آی ما قربان چوم یاری همیشه ها دلارام ای دلوم از پیش تو کنده نمیشه ای جان محبوب آی شما کو مردم دانسته هستیم الله علاجی کار من آخر چی میشه ای نازنینو خدا قسمت کنه روی تو ببینم اگه تو کره من کره بایم اگه تو نقره من صاف طلایم وی اگه تو دختر شرمید میآید اشاره کو که من پیش تو بیایم هی داد و بیداد داد و بیداد خدا غمایدون یا رب ما داد سفید دستی نپوش کالای سیار جان به جلوه می کشی ظالم تمہارا وای به جلوه می کشی خون دارو میشی وای جوان هستم ببین روی خدا را وای دریال صدای یار با من کبوتر با سر دیوال مامان کبوتر مرا چه زنه گوشی تو کجاه؟ چرا جواب نمیدی؟ گوشی خلا هرچی زنگ میزنه. گوشی من گوله برق نداره. سیکو لالا گفتگی بگی یک لالا زنگ زی میفهمیم چه کار شده. واکو گیلک چرا گریه میکنی؟ به خیشابی آمدن جواب برسی بیبیر ماید. نه بابا چطور جواب برسی؟ نگه ما چی بگن که با ما عرصی کنیم اجازه داریم یا نه؟ بیا بریم. ببین از همه برن مگه بلالا چی باید؟ چرا برات بمیدی؟ داریم بیا بریم زنی روخه ببین از ما میبرن الو بله لالو چه؟ آقا بوده با طاقت بیا مثلا خوبه بله ما میگن زودی بیا بره خوشحالی ها نه بره
بیبی اکبر مرتو حال کتک کرده بی جوان کرده بی الان این ببرم اینجا گفت پیش کی خواهی شم کی با من نون چای دم کنه کی نون تیار کنه گفتم بیبی نکو شوهر نکو بیبی حاله عباس دل تو نمیسوزد گریه نکن کلا کنم از این سر میبرار منه میگم بچه بیبی محرم مایه بیبی بچه چی مایه ما کجا محرمه داریم که بیبی محرمه داشته باشه خراب بیبی انال نمیشنوم اگه بیبی نمیشنوم من میگم اون بزو بگه چی بیاره اگه اون دیگه چیزی میاره اون بگه چای دم کن نون میاره اون خواهد از روز 100 دست لطفا خود تفلک بیبی گاگمه یادتو بخیر باشی بیبی نه نبارم بیبی من چه کارا که با گریه میکنه مردو نفر بله چی که با گریه میکنه من بیبی خود خیلی باید جمع برفته اون نوزبندار کرده چرا این نوزبندار میکرده ما رو جمع میکرد بیبی شما که با امریکا نمیبرم و فرانسه ببرم میره خود بعد پشت پی بخت خو میره محرمه با کاردش آخی خب محرمه به کار داشته باشه دیگه ما حلال ما راه میده اون مرتکب سراخو چرا را نده بیبی من حق داریم ما به خونه و این خبر راه نمیده دیگه من شو خودی بیبی خواهی بود و من شو من جمع میکرد من را لو میکرد سر من میپلید وقتی برارم گریه نکو سکو تو چی میگو بیبی رو میداریم تو مستقیم میبری برای آرایشگاه تو دارو که میگیری دیگه کلاکا بکنی اگه من بیبی ببرو براشگاه دل من میترگه آنی هم 2000 روپیه بفهمیدی پیشمو خانم کجکی میبریم آرایشگاه فهمیدی هم مثلا هم 2000 روپیه هم تو تیز بر میداری بیبی میبری وقتی گریه نکو وقتی تو مگر حال خوشحال باشه که بیبی به پای بخت آقا میره خونی و تیار میشه زندگی خب پای بخت آقا برای ما یک کین خب آخه تا کی بیبی هم تو مجرد میتونست بشینه نمیشد وقتی و ما یک پرن تاکاشی وقتی گریه نکو وقتی همه گناه واسه پاشما وقتی شما میگه من چه پلایر بستون و من با خود چه کار کنم فلا کن خودی خوش بود میگفت اگه اگه که پیرمرد پیدا کنی چند دفعه خان ور بگیری شما خاطر نمیفهمی و شما چی نگو به ما بگو وقتی برو ببر وارشکو بده وقتی عباس آخه نه که بیبی که خوبه با اون آرایش کنه گنده تر خوشور برو آرایش تو برو آرایشگاه فهمیدی میفهمم رقم رو تیار میکنه برو زودتر یور ببره آمادگی رو بگیرین که صبح بخیر خوشی عروسی رو وقتی بده فهمیدی کجا گفتم بری این نه دیگه پیشم خانم کجکی ببریم آرایشگاه نه تو دیگه بابا این خودم جنگ میکنم میگه پولار بده بابا خرج کنم خب برو تو نرو خیره خود تو ببر تو نرو میفهمی عباس چه کار میکنی میفهمی چه کار میکنی همین چهار طرف جمع جور که گریه نکو دیگه برارم خیر غمی نداره بیبی که تا بعد نمیتونست میته بشینه بگی همون چهار طرف جمع جور که من میرم به شهر میرم سعی کنم یک سودای چیزی که با کار باشه برام بستانم خوبه او گیلا بیبی جون سکو چی میگم مر به یک جایی ببری که دراش کنه نخ کنه خوب تیار کنه دیگه که باز به من نخندم بعده نه بیبی دیگه بیبی دیگه من یاد نمیکنه ایش تو یاد نمیکنم بیبی چه کار کنم دیگه من یک پیرم تحکش کم هستم دیگه تا بعدم میشه میردم و مال کی جمع کنه بیبی خدا مهربانه دیگه شما میتونه نمیمونیم بلکی شما را یک رای بکنم بیایم به پیش من ایتنا شه بیبی که با بیایم شوهر شما من راه نده به سرا نه عباس خیلی گپینی اگه نوروز هم راه نمیده گپینی من راه ده خوبه یعنی بنا به خدا میگم اگه چی ناکیلک پیش من نباشه من شب خیلی نمیبره تاسو چیلی که شب تاسو با پهلوم خیلی بودی سر تر دست میکشیدم خوندن میکردم تو خیلی میشدی نه بیبی جون مر بجا عدی ببری بیبی دیگه بلایی بیبی
گریه نکن دیگه. گریه نکنی بیبی جو. تو دل من بشکستونی گریه نکنی بیبی. نمیشه بیبی. بیلا بیبی من به کدوم آرایشگاه میبریم؟ اما آرایشگاه کجاکی؟ خب به جا خوبی بود. گیلا کجای بیبی گمردم بیا گیلا به کدوم قبرستان گم شد بابا گیلا کجا رفتی گیلا گمر بالا که کازاین برفتو گیلا به کدوم قبرستان رفتن انا کی شما هندخ بیبی؟ بیا که بردم صبر کنی. بیلا. کجا رفتی که بردم یک ساعت همینگی برتم بابا بیبی برفت تو منگول بکنم. کاخ بود کاخ کلا بود. دست پا من نرمه نور کردی خیره بیبی جو. نرم نشدی. دست پا من نرمه نور کردی تو نرم نشدی. اینجا نرم نشدم پا من هم نرم کردی دست پا بله یعنی اینجا گایم زیر درخت توت زیر درخت توت سلام لالا خوبه؟ و علیکم مونده نباشی شنی لالا جو بخیری سلامتی شکر همین نانه گفتم همین زنگ زنم همین سرا همین خیشو همین گله کرای کنه واسه همین اینا بندونی کام دایره بزنه خوب باش انال زنگ میزنم انال بشین خوب گفتم زنگ زی از او بله سلام علیکم لالا نوروز خوبیم بخیرین سلامتی شکر زنده باشیم طرف شما خیریته شکر زنده باشیم سلامت باشیم هم خونه شما کجایین میگم میشه که امروز گلک ری کنیم همین سیاسرا و خانوما اینو خواهش کردم گفتم مگرم گلک خوب دایره میزنه بیا همینجا دایره بزنه که اینو بندونی داریم بله شکر خوبم کاکامه شکر همینجی
به خونه هم خوب اگه زودتر ری کنی خیلی خوب میشه. همگی معطلم میگم گیلک بیای دیره بزن، خوب دیره میزنه. بله ها سلامت باشین، زنده باشین، بخیر باشین. خدا حافظ شما. خدا. لالا نوروز بود، گفت اگه حال من زود پیدا میکنم ری میکنم که بیای قرار که دیره بزنه. خوب ساعت تیری میشه نیه.